مکافات به صورت کلی 3 تا تیکه داره که تیکه پایینی مرحله اول پر کردن مخزن آب هستش که تا زیر سوپاپ آب داغ میریزیم. دلیل اینکه میگیم آب داغ بریزیم این هستش که اگر شما آب سرد بریزید مدت زمان بیشتری میبره تا آب به نقطه جوش برسه و بخواد از قهوه رد بشه. در نتیجه قهوه که وسط هستش داخل بسکت هستش حرارت بهش میخوره و عطر و بوش میپره و قهوه‌تون رو تلختر میکنه. مرحله بعدی قرار دادن بسکت روی مخزن آب هستش که پودر قهوه‌ای که مخصوص مکافات آسیاب شده رو داخل بسکت میریزید و کاملا پرش میکنید و اصلا فشرده یا تمپش نمیکنید. دلیل اینکه میگیم فشرده یا تمپش نکنید این هستش که وقتی شما قهوه رو فشار میدید فشار بیشتری رو آب میخواد که بخواد از قهوه خارج بشه یا گاهن خارج نمیشه و باعث میشه که قهوه شما اوور بشه یا بسوزه. مرحله آخر این هستش که مخزن بالایی رو روی مخزن پایینی میبندیم و روی شعله ملایم قرار میدیم. شعله باید تقریبا زیر مکافات قرار بگیره تا بتونه حرارت بهتری رو بهش بده و در آخر 3 تا 4 دقیقه زمان میبره که عصارمون آماده بشه. اول که خارج میشه عصاره خیلی غلیظ هستش و زمانی که شروع میشه به رقیق شدن و رنگ قهوه کم رنگ میشه باید اون مکافات رو از روی حرارت برداریم و سروش کنیم.